بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و هموطنان ارجمند، امروز ترجمه سوره حدید آهن به شما پیشکش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله بی اندازه مهربان و بی نهایت با رحم. سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. آنچه در آسمان ها و زمین است الله را به پاکی بودن از هر عیبی و نقصی می ستایند و او توانای شکست ناپذیر و حکیم است. له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وهو على كل شيء قدیر. دارایی و فرمان روایی آسمان ها و زمین برای اوست، زنده می کند و می میراند و او به هر کاری تواناست. هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم. اوست اولی که نیست پیش از او چیزی و آخری که نیست بعد او چیزی و ظاهر بالا و بلندی که نیست از او بلندتر چیزی. اوست باطن، خلی که ابن جریر میگوید باطنی همه چیز، یگان چیز نزدیکتر نیست به چیزی از او، خلی که ابن جریر میفرماید. و دیگر عالم میگوید که او داناست به درونی همه چیز، به باطنی همه چیز او داناست. و هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصیر. او کسی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس بر بالای عرش ای تخت خود شد و به تدبیر جهان پرداخت. آنچه در زمین فرو می رود مثل دانه و حیوان و باران در زمین فرود می رود و آنچه از آن بیرون می آید، رستنی ها، حیوان، نبات، درخت و آنچه از آسمان فرود می آید، تقدیر، فرشتگان، رزق و آنچه در آن بالا می رود، فرشتگان، ارواح، دعا، اعمال بالا می رود. همه را می داند و هر جا باشید او با شماست، با علم خود، قدرت خود، توانایی خود، شنوایی خود و الله به آنچه می کنید بیناست. و له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. دارایی و فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن اوست و همه کارها به او باز می گردد. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور. شب را در روز در می آورد، داخل می کند که دنیا روز است، شب می گردد و روز را در شب در می آورد، ای روز که می شود تاریکی نیست می شود. و او به اسرار سینه ها و انگیزه ها و رازهای دل داناست. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. به الله و پیامبرش ایمان بیاورید و از آنچه شما را در آن جانشین ای جانشین گذشتگان قرار داد انفاق کنید، نفقه دهید. پس کسانی از شما ایمان آورند و نفقه بدهند پاداش بزرگی دارند. و ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم
كنتم مؤمنین. چرا به الله ایمان نمی آورید در حالی که پیامبر شما را فرا می خواند، دعوت می کند تا به پروردگارتان ایمان بیاورید و براستی الله از شما پیمان گرفته است اگر باور دارید، اگر ایمان دارید. هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وإن الله بكم لرؤوف رحیم. او کسی است که بر بنده خود محمد صلی الله علیه و سلم آیات روشن و آشکار فرو می فرستد تا شما را از تاریکی ها به روشنی در آورد و همانا الله نسبت به شما مهربانی و لطف و رحمت بسیار دارد. و ما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. و چرا در راه الله نفقه نمی کنند، خیر نمی کنند، در حالی که هر چی دارید می گذارید و می روید؟ و میراث آسمان ها و زمین، آن چیزی که در آسمان ها و زمین است، از مال همه به سوی مالکش بر می گردد. پس در حالی که در دنیا هستید، در دست شما دارایی و مال است، نفقه کنید پیش از آنی که همش به سوی الله برمیگردد و از الله هست و به سوی الله برمیگردد. کسانی از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کردند با دیگران یکسان نیستند، آنان از جهت درجه از کسانی که پس از فتح مکه انفاق و جهاد کردند برترند، برتری دارند. خداوند به هر یکی از شما وعده نکو داده است و الله به آنچه میکنید آگاه است. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له وله اجر کریم. کیست آنکه به الله قرض دهد، قرض به معنای نفقه در راه او دهد، نفقه نیکو، تا الله آن را برای او چند برابر کند و برای او پاداشی گرانمایه و با ارزش باشد. یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بأیمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظیم. روزی که مردان و زنانی با ایمان را میبینی که نورشان از پیش روی و از جانب راستشان به سرعت پیش می رود، به آنان گفته می شود مژده باد شما را امروز به باغهای بهشتی که از زیر درختان آن نهرها جاری است، در آنجا جاودانه اید. این است آن رستگاری و کامیابی بزرگ. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
روزی که مردان منافق و زنان منافق به مؤمنان میگویند ما را مهلت دهید تا یک اندازه مقدار از نور شما برگیریم، از نور شما بگیریم. به آنان میگویند به پشت سرتان ای دنیا بگردید، ای به دنیا بگردید و از آنجا برای خود نور بجویید. دویمباره سپس میان آنان دیوار زده می شود، میان منافقان و مؤمنان که دارای دری هست، درون در که مؤمنان در آن درآیند بهشت و رحمت است و بیرونش که پیش روی منافقان قرار دارد عذاب و جهنم است. ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. منافقان مؤمنان را ندا می دهند، فریاد میکنند که مگر ما در دنیا با شما نبودیم؟ آنها میگویند بلی، ولی شما خود را در بلا افکندید و چشم براهی حادثه های ناگوار برای ما بودید و در دین حق شک کردید و آرزوهای باطل شما را فریفت تا آنکه فرمان خداوند به مرگ شما فرا رسید و شیطان فریبکار شما را درباره الله فریب داد. فالیوم لا یؤخذ منكم فدیة ولا من الذین كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. پس امروز از شما و از کافران فدیه و عوضی و بدلی در برابر نجات از عذاب دریافت نخواهد شد. جایگاهتان آتش است و همان سرپرست و یار شماست و بد بازگشتگاهی هست. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا برای کسانی که ایمان آورده اند وقتی آن نرسیده است که دلهایشان برای یاد الله و آنچه از حق نازل شده نرم و فروتن گردد و مانند کسانی نباشند که پیش از این کتاب آسمانی به آنان داده شد پس زمان طولانی بر آنان گذشت و دلهایشان سخت گردید و بسیارشان فاسق بودند. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. بدانید که خداوند زمین را پس از مرگش زنده می کند، همانا ما نشانه ها را برای شما روشن کردیم باشد که بیاندیشید. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. مردان و زنانی که صدقه داده اند و به الله قرضی نیکو پرداخته اند برای آنان چند برابر خواهد شد و پاداشی گرانمایه و با ارزش خواهند داشت. والذین آمنوا بالله ورسله اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. و کسانی که به الله و پیامبرانش ایمان آورده اند آنان
همان راستگویانند و گواهان اعمال نزد پروردگارشان پاداش نکو و نور ایمانشان را دارند. و کسانی که کفر ورزیده اند و آیات ما را تکذیب کرده اند آنان اهل دوزخند. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بدانید که زندگانی دنیا بازی و بیهودگی و آرایش و فخر کردن با یکدیگر و نازیدن با افزونجویی در مالها و فرزندان است. همچون بارانی که گیاهی رویانیدنش کشاورزان را خوش آید و به تعجب اندازد، سپس پژمرده شود و آن را زرد بینی و آنگاه خشک و شکسته و خرد گردد و در روز قیامت برای کافران عذابی سخت و نیز آمرزش از سوی الله و خوشنودی برای مؤمنان است. و زندگانی این جهان جز کالا و چیزی فریبندگی نیست. سابقوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بشتابید به آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهناییش همچون پهنایی آسمان و زمین است و برای کسان آماده شده که به الله و پیامبرانش ایمان دارند. این فضل الله است و به هر کی بخواهد می دهد. الله صاحب فضل و فزون بخشی بزرگ است. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير. هیچ آسیب در زمین چون بلاهای طبیعی، قحط و مصیبتها و در جانتان چون بیماریها و سختیها و بلاها به شما نمی رسد مگر پیش از آن که آن را پدید آوریم، که پیش از آن که شما را آفریده ایم و او در کتابی ثبت شده است که اون کتاب لوح محفوظ است. همانا این بر الله ساده و آسان است. لکی لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. تا بر آنچه از دست دادید تأسف و غم نخورید و به آنچه به شما داده شد سرمستانه شادمانی نکنید و خداوند هیچ گردنکشی متکبر و فخر فروش را دوست ندارد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحمید. آنان که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل ورزیدن فرمان می‌دهند و هر کس از انفاق و قرض روی گرداند پس بداند که خداوند خود بی نیاز و ستوده است. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب
ان الله قوی عزیز. بیگمان ما پیامبران را با معجزه ها و دلیل های آشکار فرستادیم و همراه آنان کتاب و عدل و وسیله سنجش فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند و آهن را فرستادیم که در آن نیروی سخت است و فایده های برای مردم دارد تا از آن بهره گیرند و تا الله بداند که کی او را و پیامبرش را در نهان در پنهانی یاری میکند. الله نیرومند و شکست ناپذیر است. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. و همانا نوح و ابراهیم را فرستادیم و در نسل و خاندان آنان نبوت و کتاب قرار دادیم. پس برخی از آنان هدایت یافتند ولی بسیاری از آنان نافرمان و بدکارند. ثم قفینا علی آثارهم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناه الانجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. سپس بعد آنان پیامبران خود را پی در پی فرستادیم و عیسی پسر مریم را در پی آنان آوردیم و به او انجیل دادیم و در دل کسانی که او را پیروی کردند مهر و رحمت قرار دادیم. و اما ترک دنیا را که از پیش خود در آوردند، ای عبادت های از پیش خود برای خود واجب کردند، مقرر کردند که الله بر آنان مقرر نکرده بود، مگر آنکه برای کسب خوشنودی خداوند چنین کنند، ولی آن گونه که باید حق آن را مراعات نکردند. پس به کسانی از آنان که ایمان آورده بودند پاداش دادیم، ولی بسیاری از آنان نافرمان و بدکار بودند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، از نافرمان روی الله پروا کنید، بترسید و با پیامبرش ایمان آورید تا از رحمتی خود دو بهره به شما عطا کند. ای آنی که ایمان آورده اید به پیغمبران پیش و به پیامبر خود و برای شما نوری قرار دهد که با آن در دنیا و آخرت راه بروید و شما را بیامرزد و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تا اهل کتاب گمان نکنند که مسلمانان راهی به فضل و فزون بخشی الله ندارند و بدانید که فضل و عنایت تنها به دست الله است و آن را به هر کسی بخواهد میدهد. خداوند دارای بخششی بزرگی است.